أوحى به تتفيا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا. ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. و از قرآن آنچه را که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم، ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خواهر و برادر عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم سپاس خدای عزیزه که بعد از هفته ها ما و شما دوباره فرصت یافتیم که بحث و مذاکره بشینیم و در مورد مسئولیت های ما درباره دین ما صحبت بکنیم. اول از اینکه قدر وقت طولانی نبودم، در سفر حج بودم با عزیزایی که با همراه من حج میرن هر سال، نتانستم که در برنامه ها منظم شرکت بکنم. عیدهای گذشته شما را هم مبارکباد میگم. در هر مقام و مکان مبارکی که رفتم به همه عزیزا در حق همه امت دعای خیر کردم و در پهلویش که حال ما در سال 9 هجری قمری قرار داریم. این سال هم سال پر خیر و پر برکت برای همه امت میخواهیم، خصوصا بر شما عزیزا. سال باشه که تمنا کنیم یک مژده برای سعادت و پیروزی امت باشه. ما در ماه محرم هستیم، ماه محرم هم که از نصف گذشت. این ماهی که ماه عبادت است. بعد از رمضان شریف رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگن که محرم روزه در ماه محرم فضیلت بالایی داره بعد از رمضان عزیز. تمنا میکنم که روزهایی که باقی مانده با عبادت و روزه سپری بکنیم. مدتی است که خبرهای خیلی تأثیر آور و متعلم میشنوم، خصوصا در ظرف چند روز از ویرانی خانه ها خبر میشم. نه ای که توسط بمباران و راکت ها و انفجارات خانه ها ویران میشن، اونا خانه های گلی هستن، دوباره آباد میشن. خانه های که چند نفر او را تشکیل کردن، از پدر و مادر و اولادها تشکیل میشن. این خانه ها ویران شده رئیس و خیلی تند و سریع در حرکت است. این خانه ها را اعضای خانواده خراب میکنن، مسئولین خانه خراب میکنن. در این ظرف چند روز آخر تقریبا چند فامیل به دفتر آمدن. تلفن های متعدد میگیرم. خواهر شکایت میکنه از شوهرش، شوهر شکایت میکنه از خانمش. سبحان الله. این سبب شد که من یک سلسله را در این رابطه با شما عزیزا داشته باشم که توجه بکنیم، خانه های ما را ویران نکنیم. خانه ها را چقدر با شوق و با ذوق جور میکنیم، چقدر پایان و بالا میریم، بدو میکنیم تا این خانه جور میشه. مصارف میکنیم،
واسطه ها پیدا میکنیم، طرف مقابل ما را راضی میسازیم تا که این پیوند صورت بگیره. وقتی پیوند صورت میگیره، ماه عسل شنیدیم که زن و شوهر ماه عسل دارن. این ماه های عسل به هفته ها تبدیل شده، هفته ها به روز تبدیل شده. چند روز از این عسل نمیگذره که خانه ها ویران شدن آغاز میکنه، کشمکش ها شروع میشه. سبحان الله. یکی با دختر 30 سالش از جای دور با شوهرشون می آین، شکوه میکنن از یکدیگر، از ویرانی خانه شکوه میکنن. یک کسی تلفن میکنه که من 4 دختر دارم، شوهر با من درست زندگی نمیکنه. کسی با 5 اولادش 29 سال شده از زندگی مشترک میگذره، داد و بیدادش برآمده. خانم با من سر خوب نداره، اولادها با من مثل پدر رفتار نمیکنن. یکی هم با 2 تا اولادش 17 سال میشه ما زندگی میکنیم. کشمکش هست در بین ما. بالاخره ما و ویرانی خانه دست دادیم. یا الله، چه حال است. فامیل آمدن با دخترک 30 ساله، ما 4 بار نکاح کردیم، 4 بار هم طلاق کردیم. سبحان الله. و حال 5م بار است که ما باز درگیر شدیم. شوهر یک کاغذ را برای من نوشته داد که من دیگه نمیتونم با زبانم بگم، خدا ناخواسته چند بار دیگه نشوه. و همه تو یک کاری کردیم. در او یادداشت نوشته کرده که 1 سنگ، 2 سنگ، 3 سنگ طلاق هستی، دیگه کارت ندارم. و در آخرش نوشته میکنه که من ایره چند بار تکرار کردیم. سبحان الله. این بعد از 4 بار طلاق و 4 بار نکاح، این بار آخر است. هیچ حد و مرز میبینیم باقی نمیمانه، همه پایمال میشه. این زندگی زن و شوهری، این طفل. سبحان الله. عزیزای من، کجا میریم؟ چی میخوایم؟ در این زندگی چند روز ما که در این برنامه های ما برای تربیت نسلی که فردا اینا در جای پدر و مادرشان میشینن، ما تقریبا بگوییم از خود ما ناامید شدیم که ما دیگه کار کردن نمیتونیم. امید ما برای پیروزی این امت، برای سعادت و خوشبختی امت، برای آزادی امت از این اسارت ها نسل آینده ما هست. ما تلاش داریم که نسل درست تربیت کنیم. چقدر در این برنامه ها گفته میشه که ازدواج ها باید درست دقیق صورت بگیره. بعد از در غم اولاد شوید، اولاد درست تربیت کنید که فردا این علم در زمین افتاده اسلام بلند کنن. اینا شما رو به خدا، این اولادها رو شما همه تو تربیت میکنید. این نسل آینده ما رو شما در غمش نیستید. یکی میگه که من بالای شوهرم چند بار بدگمان شد تا این گمانم به یقین تبدیل شد. زن دیگی در زندگیش وجود داشت، روابط نامشروع برقرار بود. تقاضای جدایی کردم، گفتم برای ایلا بده. وقتی که در زندگیت کسی دیگه است، با من چه کار داری؟ میگم مدتی هم از خانه با اولادایم فرار کردم، رفتم یک جای دیگه زندگی رو شروع کردم، دور از شوهر. حال ازش تقاضا دارم که مرا ایلا بکن، برو امو زندگی را که خودت پسند کردی امو رقم زندگی بکن، با سرنوشت ما و اولادهای به این شکل بازی نکن. حلال و حرام مرز شکستی. حال شوهر رو تهدید میکنه یا بیا یا اگر گیرت کدوم میکشن. سبحان الله. چه میخواین شما از این رقم رابطه زن و شوهری؟
چند هفته شد حادثه هولناکی در فرانکفورت رخ داد. خیلی جنایتکارانه. دل سنگم آب شد. این در مطبوعات آلمان نشر شد. این به خاطر درس، به خاطر عبرت به شما عزیزا که شما ایره در گوشهای خودتان، در گوشهای ما حولتان، هر دوست و عزیزی را که شما میشناسید اونا رو هوشدار بتین. این درس عبرت شود که اگر ما نمیتونیم زندگی ما را درست با همسر ما دوام بدیم، ما نباید کار بکنیم که جنایت ها پشت سر هم آفریده بریم، خانه ما را ویران کنیم، خانه های دیگر هم ویران کنیم. باز با ما چی سود میرسه؟ نه در دنیا خوشبخت، نه در آخرت. یکی از اقارب نزدیک خانم که به این مصیبت دچار شد و من یکم و بهش معلومات دادم که خانم در همون کمپ های هجرت در پاکستان درس خواند، بعد معلم شد، وقتش باز شد و خواستگار آمد و ایران گرفته. آیا در او ایران میکن؟ آیا در او خواستگاری، در او ازدواج؟ او مطالب مهم را که اسلام عزیز برای تشکیل خانواده، برای سعادتمند شدن دو نفری که با هم زندگی را شروع میکنن، آیا مد نظر گرفته شد؟ او انتخاب سالم بود. اینا هم کف بودن، با هم میخواندن که زندگی مشترک شروع بکنن. گفتن 2 سال شد که آلمان آمدن. آلمان، اروپا، نام از این کشورها فریب داده مردم. شرق پاک و نازنینشان اعلام میکنن میاین به طرف غربی که هیچ با زندگیشان سازگار نیست، با خوی و عادتشان هیچ سازگار نیست. این یک عالم دیگه هست. آمدن در اونجا هم روزگار خوب نیست. کشورهای ما اشغال هست، در کشورهای ما ظلم و ستم هست، مردم پریشان هستند و بسیار مشکلات یک لقمه نان پیدا کردن میتونن. حکومت های نابکاری که در اونجا هستند ملت ها را آزرده کردن، از خود راندن. سبحان الله، چه ابتلاء بزرگی هست، چه مصیبت شامل حالی امت است. اینا می آین 2 طفلم دارن، 2 سال میشه که در اینجا هستن. وضع شوهر دگرگون میشه، زرق و برق دنیا هست، بیبندوباری که در اینجا بیداد میکنن. بالاخره تلاش میکنه که خانم همراه 2 نفر اولادش از سر زندگی خود کنار بزنه. نامه تیار میکنه و امضای خانمش هم میگیره. در اینجا خب خانم عائله هایی که نو میآین اینا را حکومت کمک میکنه، چند قرانه برای یک لقمه نان، یک سرپناهی برشان میده. اینا نامه را سر خانم امضا میکنه و روان میکنه و بعد از مدت خانم کاغذ میگیره و کسی را برش نشان میده که چی هست. بالاخره میفهمه که این نامه است که از مقامات آلمانی، از مقامات رسمی برشان آمده که شما میتونین که با 2 طفلتان از شوهرتان جدا زندگی بکنید. طبعا یه وقتی که خانواده ها با هم میآین اینا رو یک جا در یک کلبه جا میتن، یک های مثلا یک کمپ بگویم یا یک لاگر بگویم، در یک جایی که مشترک با دیگه پناهنده ها زندگی میکنه. این خانم حیران میمونه که خدایا این چی هست؟
ایره شوهر مکر کرده، خانم فریب داده، بالایش امضا کرده که البته بر ما کمک های کیمیایی از امو طریق یک چیز کاغذ امضا باید بکنیم، امضا کرده رفته. و شوهر خانم با دو طفلش رها میکنه و میره دنبال برنامه خودش. از قضا حکومت محل اعلان میکنه که مجردایی که در این کمپ هستن اینا را ما به وطنشان برگشت میدیم و در این لیست این شوهرم که خودش با توطئه از خانوادهش جدا کرده، این هم در جمله مجردا هست. نقشه به هم میخوره، داد و بیدادش بیرون میشه و نقشه جدید، حیله جدید طرح میکنه و خانمش زنگ میزنه که خانم جان من با از دوری شما بسیار خسته شدم، نمیتونم دوری شما رو دیگه تحمل کنم، ما آشتی میکنم، میخوایم بیایم، عذر میکنم که مرا ببخش. خانم میگه که برای همین دوستی که به من زنگ زد و به من معلومات داد، اینا میگن که برای من گفت که اینطور کپ هست. من گفتم که خانم اجازه ندی، این باز کدام دسیسه نباشه. ولی خانم عاطفه‌اش بر عقلش، احساساتش بر عقلش حاکم میشه و این شوهر راه میده، میایه به خانه، زندگی را شروع میکنه. و در همین جریان خانم با دو طفلش مورد پذیرش حکومت آلمان قرار میگیره، اینا را برشان اقامه میده و اینا را قبول میکنن که شما در همین کشور زندگی کنید. طبعا از این شوهر خبر میشه که نقشه دیگر هم میکشه که در پناه از اینا دوباره ای هم باقی بانه. حالا به مقصد رسیده، ای هم باقی ماند. حالا برنامه ای را که فراموش کرد، کنار گذاشته بود، دوباره از سر میگیره. بعد از 4 ماه و چند روزی این نقشه را هم عملی میکنه و شب خانم مسکین مظلوم خواب است که آقا بیدار میشه و بالش در دهنش میگیره و تا که فشار داره پچق میکنه که تا جان این خانم بیرون میشه و طفلک 3 ماه و چند روزی هم در بطنش است. نه سر او طفل رحم میکنه و نه سر مادر اولادش و این رو به کام مرگ روان میکنه. هرچی پتنک میزنه، شورک میخوره، خانم بنیه ضعیف است، نمیتونه او وحشی را از سر شانه های خودش دور کنه. به لقاء الله میپیوند. سبحان الله. بعد صبح که میشه داد و بیداد براه مندازه و همسایه را خبر میکنه که بیاین که خانم چی شده. خانم ایرانی میایه میبینه، دست میزنه در جان خانم که یخ هست. میگه آقا این فوت کرده، این مرده، این خانم جان نداره، یخ هست. بعد گریه و زاری و قال مقال هیاهو پلیس خبر میکنن. پلیس میایه و جسده از خانه میبره و آقا میگه که شما دیگه در این 2 اتاق داخل نشوین که این اتاق ما باید که درست بررسی کنیم. آقا با 2 طفل میره و که یکی از خانه‌ای که دوستایش هست یا جایی که هست اونجا میرن و بعد از 2-3 روز که پلیس تحقیقات میکنه متوجه میشه که جنایتکار اصلی همین آقا هست. میاین زنجیر و زولانه میکنن، میبرن. آقا در زندان هست. چی کار شد؟ و زن مظلوم با طفلش رفت قبرستان و آقا رفت زندان. 2 طفل معصوم مظلوم بیخبر از دنیا و مصیبت های دنیا، اینا آقا را و سرگردان، نه سایه پدر است و نه مهر مادر. حوص بالله. شما حالا تصور کنین که ما در کجای انسانیت ایره جا بدیم. این چه انتقام گیری بود، این چه برنامه ریزی بود که شما
جان کسی را که همسر زندگیتان، مادر اطفالتان. سبحان الله. به خاطر چی؟ دوستش نداشتی؟ یک کسی دیگه در زندگی داخل شد، میخواستی با کسی دیگه زندگی را شروع کنی. خب این کارا را از روی راستی و صداقت میکردی. راه های معقول که در پیش روی ما هست، نباید توت او دسیسه. وجدان زنده نیست، قلب سنگ است، چشم کور است، احساس مرده، ترحم، شفقت این که اصلا نیست. چند روز پیش تو عذر کردی. خب وقتی ما انسانها را بازی میتیم، خود ما را بازی میتیم. خالق که ناظر است، این دو ملک که نوشته میکنه تمام ذره ذره اعمال ما را. یا رب چقدر المناک است این حادثه. با این آقا چی دست آورد داشت این پلان بسیار دقیق؟ آله چی توجیه هست؟ چی میخواین بگویی؟ چرا این خانه ها ویران میشه عزیزای من؟ ما در صحنه هستیم نیستیم؟ پدرها، مادرها، بیبی ها، بابا ها، کاکا ها، ماما ها، خاله ها، اما ها کجا هستیم شما؟ این دلسوزها کجا رفتن؟ اول که شما بنیاد از این خانه را میگذارین، چرا عجله میکنین؟ چرا به ظواهر فریب میخورین؟ توته های جگرتان میتین و من تو یک روز انتظارش داشتین شما؟ کسایی که به اروپا میای خیال میکنن که آلی بعد مرادشان رسیدن. در همین جا چقدر بدبختی هست. این کسایی که من یاد میکنم اینا همه در اروپا هستن. عامل بدبختی چی است؟ عامل این ویران شدن خانه ها چی هست؟ کم متوجه هستیم. ما که در ابتدایی که برنامه ها داشتیم، اولین چیزی که یاد میکردم انتخاب درست شود. شما وقتی میخواین زنی داشته باشین، میخواین شوهری داشته باشین، شما خودتان عقلتان فکرتان جمع کنین، متوجه باشین. اگر شما خودتان عقلتان نرسید، احساسات سر شما غالب شد که طبیعی هست، جوان هستین، جز همی که در کنار هم زندگی را آغاز کنین، خود دختر میخوای شوهر داشته باشه، پسر میخوای زن داشته باشه، همی یک هدف بسیار مبارک هست. ولیکن عزیزایی که تجربه دارند، پدرها و مادرهایی که تجربه کردن، بس از کافی است فریب ظواهر دیگه نخوریم. دین عزیز ما، الله ما، پیامبر عزیز ما، پیامبر دلسوز امت، رحمت للعالمین، چه سفارش هایی کردن که شما پیش از ازدواج این چیزا رو بعد نظر بگیرید؟ که نکردیم همینطور عاقبت دوچار میشیم. انتخاب نادرست، انتخاب غلط، گاهی مقام، گاهی مال، گاهی خویشاوندی، گاهی دوستایی که سفارش میکنن، واسطه میشن، از روی اونا تیر شده نمیتونیم. بعد میبینیم که شخصیتی را که برای ما معرفی کردند هیچ لیاقت وصلت و پیوند با خانواده شما نداشت.
بعض وقتا مقام است، مال است، زیبایی هست، همه چیزهایی که فانی هستند، فانی میشن، اینا باقی نمیمانن. زیبایی هم نمیمانه، مال هم نمیمانه، مقام هم نمیمانه. در پهلوی از اینکه انتخاب غلط میکنیم، بعض وقتها مردها به مشکلات بسیار پیشرفتی دیگه هم دوچار میباشن که او را افشا نمیکنن، ما بیخبر میمانیم. اونا معتاد میباشن، یا دائم الخمر است، یا قمارباز است، یا به فحشا مبتلا است، معتاد شده، نمیتونه که بغیر از حرام او زندگی حلال خود را دنبال بکنه. او خطهای قرمز هم پایمال کرده رفته، به مواد دیگه مخدره رو دوچار هست، به منکرات دوچار هست. ما توجه نمی کنیم. این سبب میشه که خانه ها ویران شوه بالاخره. وقت ما و پایان است، یک میان برنامه میریم و بعد دوباره برمیگردیم انشاءالله که همه سر حال باشیم. السلام علیکم و رحمت الله.
بي وللحياة ومرفأ ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. و از قرآن آنچه را که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم، ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد و خواهر و عزیز ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله. ما گفته آمدیم که چرا خانه ها ویران میشه، اسبابش چی است، عواملی که خانه های آباد خراب میشه چی هست. یکی هم بی‌توجهی به تعالیم اسلامی هست، بی‌توجهی به دین هست. حجاب مراعات نمیشه، حجاب مرد و زن، در حلال و حرام فرق گذاشته نمیشه. و محافل میریم که در اوجه گناه هست، بعض وقتا مشترک میریم، خانم و شوهر یک جا میرن، دخترای جوان پسرای جوان اینا میرن اشتراک میکنن در این محافل. از همین محافل است که سر خانواده اثر منفیش مستقیما ضربه میزن. وقتی که ما حلال و حرام مراعات نکنیم، باز در بین خانواده هم چیز نمیمونه. بعضی وقتا جوان ها هستن اما محرم نیستن، خانه میاین با زن و شوهر، با پسر خاله و کاکا و ماما اینا میاین. آره خصوصا در بسیار جای عالم مود شده که بچه ها هم مردا هم پتلون کوتاه میپوشن، از سر زانوشون بالا میپوشن. بعض وقتا او را توجیه میکنن که از زانو پایان است، وقتی میبینیم میشینن بالا میشه از زانو، عورت غلیظه معلوم میشه، کشف میشه، گناه کبیره انجام میشه. و در اوجه با خانم برادرش یا با دختر خالیش، با شوهر عمیش اینا نشستن. امثال این چیزها که دین ما بها نمیتیم، قدر دین از بین میبریم در داخل خانواده، بالاخره اثر میکنه در روابط تنگاتنگ زن و شوهری هم اثر میکنه، ضربه میزنه. بعض وقتا بدگمانی ها هست. خانم چی میکردی تو بیرون، یا شوهر کم ناوقت به کجا بودی، او را به گمان بد توجیه میکنه. اینا هم سبب میشه که این خانه پایه هایش بلرزه. اهانت هاست، اذیت و آزار است در داخل خانه. بعضی وقتا مردها از خودشان خیلی راضی می باشن، خانم بی سلیقه میگن، بعضی وقتا دشنام میدن، پدر و مادرش دشنام میدن. خانم بود میگه که نام من بی سلیقه است در خانه، نام من لوده است در خانه، او لوده، او بی سلیقه.
سبحان الله. اهانت کردن در پخت و پز اهانت است، اعتراض است. بعض وقتا به رفتن اقاربم به سلی رحمی هم بعض وقتا ما قطع میکنیم. این خودش سبب آزار و اذیت همسر ما میشه. بعض وقتا زنها هم شوهرهایشون هم منع میکنن که اجازه نداری که خانه برادرت بری. از اون بسیار روزهای خوب ندیدیم. امثال است. یا در مشکل اقتصادی اگر شوهر است، یک مرد یک لقمه نان نیستی، این اهانت است. بعض وقتها مداخله های خانواده است، مداخله های بزرگاه است، مداخله های اطرافیان است، مداخله که میگم اینا نصیحت نیست، مداخله منفی هست. در بعض خانواده ها هم یک نظام جریان دارد. در اون خانواده مثلا مادر خانواده باید رئیس خانواده باشه، همگی باید بدون اجازه از او باید هیچ کار نکنه، یا پدر یا خواهر بزرگ یا برادر بزرگ، هر کسی باید هر کار میکنه از او اجازه بگیره. این تطبیق کردنش بس با زور و با فشار خود نمیشه. اونا در یک خانواده دیگه کلان شدن، نبوده همینطور رسم و رواج در اون خانه نبوده. یا در افغانستان یک رسم و رواج هست در اینجا نیست، شما هم رسم و رواج در افغانستان است شما به این دلیل تطبیق کنید، نمیشه. با زور وقتی که شما متوسل شدین، خشونت کردین، خانه ویران میشه، خانه لرزان میشه پایه هایش. بعد وقت رابطه های نامشروع است، همین رفت آمد های بی بند و بار سبب برپایی روابط نامشروع میشه. شوهر جوان وقتی در خانه که خانمش کم مشکل داشته باشه، در بیرون روابط پیدا میکنه. خانم هم همونطور است. خدا نکنه که وقتی که شوهرش از شوهرش راضی نباشه، شوهرش اذیتش کنه، دوست نداشته باشه شوهرش، احترام به شوهر دیگه نداشته باشه، از او چی توقع میکنه شوهرش؟ بی مسئولیت هایی که در خانواده حاکم است. شوهر هیچ مسئولیت در داخل خانه نمیگیره، همکاری نمیکنه با خانمش. اما در خانم مسئولیتی که مرد در بیرون داره تفاهم نداره برش، همکارش همیارش نیست. اگر ناوقت میاد تفاهم نمیکنه که امروز در دفتر کار داشت. در خانه در برابر اولادها احساس مسئولیت نه پدر میکنه نه مادر میکنه. یک کمبودی در خانه هست، هیچ کدامشون وقتی احساس مسئولیت نکنن یا یکیش مسئولیت احساس میکنن دیگه همکاری نکنن، همین بی مسئولیتی هست. فقر، بیکاری، اینا که نقش خود داره. اختلاف سن که اگر زیاد باشد بین زن و شوهر، خود از این مشکل ایجاد میکنه. بعضی وقتا از نظر علمی اگر خانم خیلی مقام بالا داشته باشه، از شوهر پایان داشته باشه، خودش جنجال جور میشه. بعضی وقتا مردها هم همینطور هستند. مرد شاید تحمل کردن نتونه که خانمش در یک مقام اجتماعی قرار داره که او نداره. این واسه خوشحال باشه که شکر الحمدلله، اگر من چیزی نیستم، خانمم هست، مادر اولادم هست، شریک زندگیم هست. این واسه که اتو توجیه کنه و رنج میبره، باز بهانه جویی میشه، کشمکش میشه، خانه ویران میشه. بعض وقتا هم بی‌عدالتی هاست در داخل خانه، خصوصا اگر در اوج 2 تا 3 تا خانم دیگه هم باشه، مرد 2 3 تا زن داشته باشه و در بینشان عدالت رعایت نکنه، بالاخره یکی از این خانه ها ویران میشه. مطلب دیگه هم مشکل جنسی هست. بعضا این ضعف در خانم ها هست، بعضا در مرد ها هست. مردها بعضی وقتا
تحمل ندارن ضعف خانمشانه، باور ندارن، فشار میارن، خانم اذیت میکنن، خانم بالاخره به جان میرسه، میگه برو شوهر برو عزیزم یک خانم دیگه بگی. ما یک قدر یکی دیگه ما رو بفهمیم، درک کنیم وضعیت یکی دیگه ما رو، همکاری بکنیم که یکی دیگه ما چطور میتونیم در برابر این عوامل و اسباب که خانه ما را ویران میکنه مبارزه کنیم، مجادله کنیم، استاده شویم، نگذاریم خانه های ما ویران شود، پایه های خانه لرزان شود. عواقب بسیار خطرناک پیش روی داشته باشیم. بسنجیم. یکیش حادثه فرانکفورت، چه فاجعه آفریده شده. بس عزیز زیاد هست که شما خبر دارین، من خبر ندارم، من دارم شما ندارم. دیگه عزیزان دارن که کسایی هر کس در ماحول خودش با همین مشکلات گاهی روبرو میشه، میشنوه. یا خود ما همین مشکلات در خانه های ما اگر داشته باشیم، عزیزای من، این نیست که حل نشود. شما این خانه را به آسانی آباد نکردید. با یک قفاق چند روی اوگار میشه. خودتان، همسرتان، اولادتان، پدر و مادرایتان، خویش و قومتان، دوست، همگی با این سیلی که شما میزنید همه افکار میشه. باید همچون مرد میدان، خانم حاضر در صحنه دستو پنجه نرم کنیم با این چیزا. کمک بخوایم از دوستایی که ما را راستی دوست دارن، غم ما را طاقت سه ندارن، جدایی را طاقت سه اونا ندارن، از اینا کمک بخوایم. خود ما تصمیم نگیریم سر به خود. حال بسیار جوان ها هستن میگه ما تصمیم نگرفتیم. تو پدر داری، مادر داری، بعض وقت پدر مادر هم راضی میسازن، شکوا و شکایت به حد میکنن که پدر و مادر دلش میسوزه برای اولادش، یا به دخترش یا به پسرش. اونا هم در پهلوی دختر یا پسر استاده میشن که این خانه ویران شد. شما حقایق باید بگویید، باید راه مشکل جستجو کنیم که حلش از کجا میشه، نه یکی برای ویرانی از او کمر بسته میکنیم. با یک پسر صحبت کردم که بیا نگذار خانیت ویران شود. میگه چند بار من تکرار کردیم، تجربه کردیم، نمیشه. خانم قابل اصلاح نیست. اولاد دارن. شما بعدا متوجه میشین این کار آسان نیست که خانیتان رو ویران میکنین. آره نمیتونین. دیگه بله من اینو میفهمم که من حیث یک مرد نتونستم خانوادی مثل سامان ندم. زن من رقمی که میخواستم تربیه بکنم، من نتونستم، من ناکام هستم. خب چی کار میکنی؟ میگم یک زندگی دیگه جور میکنم که سنم بالا میره، باز بالاخره تنها نمانم. وقتی که تو یک خانه رو جور کرده نمیتونی خانه دیگر، چی تجربه برای خودت داری؟ چی اطمینان داری که خانه دیگر تو آباد کرده میتونی؟ خانه را که تو تا اولاد داری، پیش از 10 سال تجربه زندگی داری، در خوبی ها و خرابی هایتان، در غم و شادی که دیگه تان گذران کردین. شما زودتر میتونین این مشکل حل بکنید. یا الله، تو مدد کن خدایا. تو به جوانهای ما، تو به پدرها و مادرهایی که خانهشان نیت خرابی خانهشان دارن، خدایا تو مالک قلب ها هستی. این قلب ها را تو ملایم بساز، تو به طرف خیر و سعادتشان برگردم. اگر قرار باشه که از همین راه ها که ما خود ما برای ما انتخاب میکنیم و جدا میشیم از یکی دیگه، ما این سبب حل مشکل میشه، خب اقدام بکنیم. ولی که نمیشه.
او طرحی را که خالق ما بر ما پیش میکنه که بنده های من این از این راه ها شما اگر زندگی کنین، اگر جدا میشین این از این راه ها بیاین جدا شوید، راه از دل خودتان نسنجید. نه تنها جدایی و اطلاق بر ما سعادت میاره، برعکس خانه ما را ویران میکنه، شقاوت و بدبختی را بر ما ارمغان میاره. خود ما از شر یکی دیگه خلاص نمیشیم، بلکه چیزای نو مصیبت های نو بر ما سر میکشه. اولین آسیب را که میبینه اگه کسای اولاد داشتن، این آسیب و این ضرر اولین کسایی که قربانیش میشن اولادهای شما هست. اولادی کسایی هست که خانه را ویران کردن. این اولادها از سایه پدر، از مهر مادر محروم میشن. بعضی کسا بله اولاد خود پدرش میگیره با خودش میبره که من اینا را سرپرستی میکنم. مهر مادرش از کجا میکنی؟ برایش یک مادر دیگه میخری. او مادرش، او مهر که مادرش که او را تولد کرده، او را در آغوشش گرفته، او مهر کس صدا نمیتونه. بعض وقت مادرها اولاد خود میبرن که ما باز خودم فدای اولاد میکنم. مادرکم تو مهر پدرش از کجا میکنی؟ سایه پدرش از کجا میکنی؟ میخری یک سایه برش. او سایه پدر نیست، او سایه پدر اندر است. او مهر مادر نیست، او مهر مادر اندر است. شما خودتان این جفا در حق جگر گوشه هایتان روا دارین، روا میدارین، خودتان سرشان تحمیل میکنین که بله آل از شفقت پدریم که اصلت ما بودم، آل تو را به شفقت یک پدر اندر مواجه میکنم که دلت سیاه کنم. امو رقم ما یک مهر مادرندری را برات میتونم که از آمدنت پشیمانت کنم. هستن مادرندرایی که خیلی خدا ترس بودن، پدرندرایی که دانه دانه کجا هستن اینا؟ این افراد، این اولاد چیکار میشه در حقش؟ این شما از اجتماع دور کردید، این منزوی میشه، این حالت روانیش روحیش بر هم میخوره، یک خلا در زندگیش آمده. و این کار میبینین که در درس های مکتبشان، مدرسیشان درست رسیدگی نمیتونه. در اجتماع و رول فعال را که یک اولادی که پدر و مادرش بالی سرش است او را ندارن. اینا یتیمه های پدر زنده و مادر زنده هستند. حتی شاید هم اونها با او خویشاوندایی که از جدایی پدر و مادرشان خبر داره، از اونها هم اینو دلشان نیست که با اونها باشن، دور میشن، رابطه را برقرار میکنن با افراد بیگانه، با افراد مغرض، در دام از اونها میفتن و سببش شما میشی. روز به روز تنفر خودتان در دل او اولادایتان میکارید. هر روزی که زیاد شود از شما نفرتش زیاد میشه. دیدیم در اجتماع اعتراض، کمی پسر کلان شد، دختر کلان شد، باز اعتراضش میبره. مادر تو در حق من این کار کردی، پدر در حق من این کار تو کردی، تو سبب شدی. این را فردا کجا میبرین شما؟ نمیتونین بگریزین از این سوالا. چرا خودتون کردید؟ آسیب دیگر که اعضای فامیل میچشن، دو مادر از اینا هست، خانم است. خانم از این کار لذت نمیبره،
زندگیش تلخ شد. فکر میکرد همسر میگیره، سعادت بند میشه، خیال پردازی میکرد، اطور میکنم، خانه جور میکنم، اولادی میداشته باشم، فلان میکنم. یک وقت این شمال نحس جدایی تمام آرزوهایش پریشان میکنه، پر میکنه، گله های امیدش میریزه. اکثر زنایی که طلاق شدن، جدا شدن، اینا افسرده خاطر هستن. بعضیشان از مرد تنفر میکنن، دیگه مرد نمیخواد از زندگیش باشه، تنهایی رو ترجیح میده برای خودش. هست زنایی که در جوانی طلاق شدن، دیگه شوهر نکردن، تنها زندگی کردن. این آسان نیست، خصوصا اگر اون مردی که به ناحقی کار کرده، تعدی کرده، ظلم کرده، از راه درستش این کار انجام نداده، روز خوب نمیبینه. اگر خانمم به ناحق این جدایی سبب شده، این خانه را ویران کرده، او هم روز خوب دیگه نمیبینه. الله که بالای سر ما هست. و کسی دیگه هم که از این آسیب ببینه، این مرد است، این پدر است یا این شوهر است، این هم به آسیب نمیمانه از این ستمی که روا داشته. اگر به ناحق کرده، اگر بر حق کرده، این جدایی اثر عمیقی بر روحی خود این مردم داره. اگر در دفتر است، اگر در دکان است، اگر در بازار است، یعنی اعصابش خراب است، زود درگیر میشه. یادش میاد او روزهای خوب و خرابه که با همسرش تیر کرده، حالا جدا شده، اولادش کجا هست، خانم کجا هست، آرام نیست، او هم پریشان است. اگر مهر نداده باشه، مهر معجل که سرش مانده و نداشته باشه، حالا در یک گپ خطا خورده است، پیشش جدا شده، حالا مجبور است این مهر بپردازه. چطور بپردازه؟ بعض وقتا شده که همین ندادن مهر سبب جنجالای کلان دیگه شده. و این مرد و حتی این مرد و زن هر دوشان، هر کسی گناهکار باشه، هر کسی که سبب شده باشه که خانه را ویران کنه، اعتبار از اینا در اجتماع پایان می آید. دیگه کسی با اینا راضی نمیشه که ازدواج بکنه. این مرد میگه زن طلاقه است، این خانم میگه ای از شوش طلاق گرفتن. آسان که جرأت کرده نمیتونه که زندگی دیگر با اینا شروع کنه. سبحان الله. این مرد نتونسته که خانه خودش از فروپاشی جلوگیری کنه. این خانه دوم چطور جور میکنه؟ هزی که بالا بیاییم، 4 نفر خو در داخل خانه کوچک، دختر و پسر، پدر و مادر، اینا آسیب دیدن. زیادش اولادها دیدن، بعد از اون مادرشان دید، بعد از اون پدرشان دید. ولیکن این کافی نیست، این دوام میکنه، این آسیب، این ضرر، این عواقب زیانبار یخن خانواده ها رو میگیره. این دو طرفی که خدا خیلا بودن، خیش ها نو شده بودن، اینا هم دیگر آسان به هم دیگر کنار نمیاید. اگر طرف شدن و باز به دشمنی ها انجامید، اگر یک کمی پایان بریم، باز در اجتماع چی تأثیر میکنه؟ اگر خدا ناخواسته باز اینا دوباره زندگی خود جور کردن نتونستن، شما از فساد و فحشایی که جدیداً از ویران شدن این خانه ها پیدا میشه در اجتماع. مرد اگر باز ازدواج نکرد، بالاخره مرد است میره یک رابطه نامشروع پیدا میکنه. زن هم اگر طاقت کرده نتونست تنهایی را
از زن چی انتظار داریم؟ او هم مثل مرد یک انسان است، او هم از خودش غریزه داره، او هم نفس داره. وقتی ببینه که دروازه های مشروع برش بسته است، سبب چی شده؟ همون ویرانی خانه از تعصب، از عجله، از ناعاقبت اندیشی خانه ویران شده. یک راه میمانه که ما اگر آخرین علاج، آخرین دوای طلاق است که در اسلام دیره پسند نمیکنه اسلام، ولیکن یک راه علاج است، ولیکن از اون طریقی که خودش مطرح میکنه. اگر از اون طریق جدایی صورت بگیره، اینا را خداوند باز همراهشون کمک میکنه. آیت مبارکه را میخوانم، بعد میریم به بیان برنامه. در سوره نساء میآید در آیت 130 که اعوذ بالله ان یتفرقا یغن الله کلا من سعته و کان الله واسعا حکیما. اگر زن و مرد از یکدیگر جدا شدن یا جدا شوند، به اون راهی که اسلام برشان پیش میکنه، از امو طریق اگر آمدیم، بی‌نیاز سازد خداوند عزوجل هر یکی از آنها را از رحمت واسعه خودش. اگر شما حقیقتا دیگه دیدین زندگی دشوار است، شما نمیتونین دوام زندگی را به این شکل پیش ببرین، حدود خدا زیر پای میشه، شما حال مجبورن جدا میشین. در اینجا میگه که شما جدا شدین، به خاطر خدا جدا شدین، باز خدا از رحمت واسع خودش، رحمت وسیع خودش شما را بی‌نیاز میسازه. چرا؟ ان و کان الله واسعا علیما. خداوند عزوجل گشایشمند و حکیم است. میریم به یک بیان برنامه، بعد تلفن باز میکنیم و صداهای مبارک شما را میشنویم و در این رابطه شما هم اظهار نظر بکنین که برنامه ما زیباتر شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
لم تغتنمه فقد أضاعت. وتعلم إنما الدنيا منام فأحلى ما تكون إذا انتبهت هي الدنيا إذا سرتك يوما تسوك ضعف ما فيها سهرت تحدث عنهم وتقول كانوا نعم كانوا كما والله كنت حديثك هم وأنت غدا حديث لغيرهم فأحسن ما استطعت. سل الأيام عن عم وخال وما لك والسؤال وقد علمت. ألست ترى ديارهم خواء فقد أنكرت منها ما عرفت. أوحى به الله وحيا ففاض نورا وأحيا به وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا. وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. و از قرآن آنچه را که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم، ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید. بسم الله الرحمن الرحیم. خواهر و برادر عزیز و ارجمند، امیدوار هستم که در این بخش برنامه شما عزیزا هم صداهای خودتان بکشین و از تلفن استفاده بکنین، گفتنی هایی که دارین برای نصیحت و درس و عبرت همه بیان بکنین. امیدوار هستم که این مصیبت از اجتماع ما اگر که فوری دور نمیشه آهسته آهسته رخت بسته کنه و بره، زندگی آبرومندانه و با سعادت داشته باشیم. اگر نمیتونیم با هم زندگی بکنیم، زن و شوهر بوده نمیتونیم، خواهر و برادر شویم. ما که عقیده ما همی هست، قبل از ازدواج هم دختر و پسر خواهر و برادر هستند. عزت و آبرویشان عزت و آبروی یکی دیگه شون است. جانشان، مالشان، خونشان بر یکی دیگه حرام است. وقتی که اینا با عقد، با او اجازه و رخصتی که اسلام عزیز میتن که دو تا خواهر و برادر دینی و هم با عقد نکاح اینا زن و شوهر میشن، پس این زن و شوهر هستن، اینا لباس یک دیگر میشن، باز هم عزت و آبروی یک دیگر هستن، در خوشی و غم یک دیگر شریک هستن، ناراحتی یکی ناراحتی دیگه می باشن. پس
ما میبینیم اسلام عزیز ما را چقدر توصیه میکنه که زندگی خوب داشته باشیم، خوشبخت باشیم، اولادهای درست تربیه بکنیم. همین روابط نیک پدر و مادر است که اولادهای نیک به دنیا می آید. خدای نخواسته او روابط خراب باشه، از او چی وصول میشه؟ بنابراین ما وقتی که هر مسلمانی، هر زن و شوهری وقتی که دید نمیتونه دوام زندگیشون سبب خدای نخواسته پامال شدن حقوق یکدیگر میشه، از یکدیگر خداوند ناراض میشه، او وقت است که اینا باید از یک راه درست معقول اینا از هم جدا شوند و باز دوباره خواهر و برادر یکی دیگه شوند. به این خاطر من از عزیزایم این تمنا را دارم که نصیحتگر باشیم. اگر پدرای هستن، مادرای هستن که در خانه هایشان عروس و داماد زندگی میکنن یا عروس و داماد دارن در نزدیکشان نیستن، در کنارشان هستن، در یک خانه نیستن، در یک فاصله با هم هستن، از یکی دیگه خبردار هستن، اینا مشاورین خوبشان باشن، نصیحتگرای خوب باشن، سر از اونا فشار نیارن که زندگی خودشان مثل که شما زندگی خودتان جور کرده بودید همون جور کنید. اگر زندگی شما خوشبختی بوده، سعادت بوده، اونا را مثالهای بسیار فهما برشان بیان کنید که ما که اینطور کردیم اینطور شدیم. نه ای که شما باید چیزی که ما میگیم باید شما این کار بکنید. ما اگر آماده نبودن اینا خرابی باز زیاد میشه. اگر ما راستی دیدیم که نه این دختر ما با دامادم نمیتونه گذران کنه، ای که تکلیف کجا هست، ای که گناهگار کی است، ملامت کی است، در جایش اونا را نصیحت بکنه، مثل اولادش نصیحتشان کنه. وقتی که میبینه که نه امکانش دیگه نیست، از چند نفر دیگه دلسوزا کمک بگیرن، اینا با هم بیاین بشینن سعی کنن چی گپ است. وقتی که او هم نیست نمیشه، آخرین راههایی که بر ما سنجید اسلام قرآن بیان کرد، احادیث بیان کرد، علمای گرامی ما بیان کردن، کسایی که تجربه داشتن از تجاربشان برای ما حکایت کردن که ما زندگی که کردیم اینی طور زندگی کردیم، ما به اینی سعادت ها رسیدیم، ما به اینی مشکلات روبرو شدیم، ما از اونها استفاده بکنیم. وقتی که راه نیست عملیات هست، ولی مریض دیگه چاره نداره جز عملیات، بالاخره به دکتر اجازه میدن که با کارد و چاقو و مرضه از وجود انسان دور کنه. حال عملیات آخرین طلاق باشه، نه ای که آغازگر همه چیز. مردها باید این کلمه ناپسند در زبانشان عادت نیارن در زبانشان، این بگذارن در آخرین دقایقی که دیگرها هم مشوره دادن برشان که بله دیگر چاره نیست، امی کلمه را تو استفاده کن. امیدوار هستم که شما هم از تلفن استفاده بکنین. خدا کنه که تلفن ما را کسی مزاحمت نکرده باشه. ما یک چیزی را خواندم در یادداشت که وقتی حضرت حسن رضی الله عنه پسر حضرت علی رضی الله عنه برادر بزرگ امام حسین رضی الله عنه که در همین ماه عزیز اونا به شهادت هستند، خدا در جوار خودش اونا را حشر و نشر کرده، اونا بهترین جوانان بهشت هستند. وقتی حضرت حسن رضی الله عنه خانمش طلاق کرد، شده ای کار نه، بالاخره البته در جایی رسیدن که دیگه احکام الهی البته مراعات نمیشه. اونا که جان و دلشان و اسلام بسته بود، اونا هیچ کار نمیکردن تا درو یک روشنی یک وضاحت از اسلام نشده باشه. حضرت حسن رضی الله عنه و خانمشان که طلاقش کرده برش یک هدیه روان میکنن. ما در قرآن میخوانیم که شما بر زنای طلاق شدیدان هدیه بتین، جبران خاطرشان شود، از زندگیتان اونا رفت. چند روز چند سبایی با هم زندگی کردید، در یک بالش سر ماندید،
نشد، روزگار قسمی آمد که نتانستین زندگی رو پیش ببرید، اما دشمن که نشین، هدیه بهتون میگن. در قرآن بود جایی میاد، در سوره بقره چند جای میآید که متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین، یک حدیث بسیار مقبول برش میدید. این حق خانوما، حق زنای مطلقات طلاق شده در گردن مردایی که اونا در جمله محسنین هستند. سبحان الله، نیکوکارا، بهترین آدما. جای دیگه میگه که للمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین. این حق از خانوما در گردن اون مردای با تقوا هست. خاطرشان هم دست بیارین، حال نتونستین که چون زندگی کنید. روابط حسنه باشه، خواری و برادری دوام کنه. حضرت حسن عبدالله 10,000 درهم برای خانومه که طلاقش کردن برش هدیه روان میکنه. خانوم وقتی هدیه رو میگیره میگه که یک چیز کمه از حبیبی که از این جدا شده. هنوز حبیب میگه، حبیبی که دوستی که از من جدا شد، این یک هدیه بسیار کوچک بود. سبحان الله. وقتی که جواب به گوش حضرت امام حسن میرسه عبدالله گریه میکنه. روزهایی با هم زندگی کرده بودن، یادشون میاد چی جمله اثرناکی هست. نمیگه که دشمنم تو چی حال برای من روان میکنی، برو بابا از تو چی خیر دیدم. نمیگه، میگه از حبیبم متاع قلیل من حبیب و فارق. از حبیبی که از من جدا شده یک توفی بسیار ناچیز روان کرد برم. و امام حسن رضی الله عنه گریه میکنن و میگن که اگر من این طلاق غلیظه نمی کردم حتما اونا 3 طلاق کرده بودن. طلاق غلیظه اگر نمی کردم مراجعه می کردم. ببین یک گپ که از اخلاص بیرون میشه، از صداقت بیرون میشه، چقدر اثر میکنه. ما وقتی که نمیتونیم زندگی بکنیم با هم، دشمنی نکنیم. چقدر کسایی هستن که حال خانم نتونستن نمرای زندگی بکنن، خانم از پیششان جدا شده، حال میخواه من ایلا بکن، نمیکنه ایلا، میگه نمیتون طلاق ده. محاکمی که در اینجا هستن، اگر در اینجا اینا ثبت نام باشن پیششان، نکاحشان پیش از اونا رسما قبول شده باشه یا بعض وقتا اینا خودشان هم نکاح های دولتی میکنن. معمولا در اینجا اکثر مردم شاید اگر نداشته باشد نکاح رسمی، زیاد مردم هم نکاح رسمی دارن. خارجی ها منظورم است، مسلمان ها در اونجا هم، به خاطر که در کارهای رسمیشان اینا متأهل معرفی میشن. شما یا ازدواج کردین یا نکردین باید سند داشته باشن. در اینجا این سند از دولت آلمانی هم میگیرن یا از کشورهای اروپایی که باز همین سند اینا را با هم معرفی میکنه که بله اینا ازدواج کردن. حال وقتی که ما این سند در کشور آلمان نداشته باشیم، نزد محاکمی چیز نباشه، در اینجا بعضی مسلمان ها خصوصا افغان ها خیلی سوء استفاده میکنن، ظلم میکنن، در حق خودشان ظلم میکنن. خانم طلاق نمیده، نه برای زندگی با عزت و با آبرو با شرافت میکنه و نه او را با عزت و آبرو رها میکنه. خودش رفته برای خودش زندگی جور کرده، زن و اولاد داره، یا روابط نامشروع پیدا کرده، رفته با آلمانی یا با بلغاریایی و با پولندی رابطه نامشروع برقرار داره، همیشه در کنار از او خانم‌ها هست، ولیکن خانمش
که ازش فرار کرده در یک گوشه رفته، او را گروگان نگاه کرده و او را آزاد نمی کنه. کدام حق؟ قرآن خب ما را از این کار خیلی شدیداً اخطار میده. میگه این حدود خدا هست. وقتی که نمیتونین زنتان درست نگاه کنین و بسیار خوبی رها کنین، ما چطور جرأت بکنیم نام ما مسلمان باشه، نماز هم بخوانیم، ولیکن خلاف امر خدای عزوجل ما اقدام کنیم؟ این کدام جرأت است؟ ما ببینیم که عزیزا که تماس نمیگیرن، نمیفهمم که تلفن ما فعال است یا نیست. خدای عزوجل میفهمه که حکمت چی است که شما عزیزا صدایتان من نمیشنوم. به هر ترتیب قرآن عزیز بارها این تکرار میکنه که اگر شما خانمایتان ایلا کردین، باز شما اینا را تا وقتی که به عده خود رسیدن اینا را به یک طور بسیار عادلانه پسندیده یا دوباره برگردانین به خودتان یا اینا را رها بکنین. و این جمله را ببینیم که در چند جای با چی کلمات قرآن عزیز بیان میکنه. فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف، یا به طرز پسندیده و مناسبش برگردانید، دوباره زندگی رو شروع کنید. یک طلاق دادن شما در مدتی که 3 پاکی هست یا 3 مریضی هست یا معمولا بگیم 3 ماه هست، شما در ظرف این مدت شما حق دارین که پس مراجعه بکنید اگر که میتونین زندگیتون دوام بدین. نه نتونستین شما، پس عده از اینا وقتی پوره میشه شما خیلی اینا رو بسیار به خوبی رها کنید، با عزت و آبرو حق و حقوقشان بدین، حتی هدیه بدین برشان، که از اونا خداحافظی کنین. نه ای که یک چوب را بگیرین و فرقش بزنین یا یک سنگ را پرتاب کنین در طرفش که برو دیگه کارت نداره. پاس دوستی، پاس یک چند روز زندگی با هم، پاس او راز و نیازی که با هم داشتین در یک اتاق، اینا کجا رفت؟ اینا پاس دوستی نیست، اینا پاس همسری و ازدواج نیست، پاس زن و شوهری نیست. نتونستید تحمل کنین یکی دیگه تون. روزای خوش را در کنار هم گذاشتان یادتان نه. و جای هم پروردگار عزیز تهدید میکنه که تلک حدود الله یبینها لقوم یعلمون، لقوم یعلمون. اینا حدود الهی است، خط و مرزی که الله کشیده. اینا را به کسایی بیان میکنم که اونا آگاه هستند، میفهمن و میفهمیم کل گپاره. اما سبحان الله جای هم میایه که ذلك یوعظ به من کان منکم یؤمن بالله والیوم الاخر. سبحان الله. این وضع و نصیحت برو کسایی است که از شما که ایمان به الله و روز قیامت دارند. کسی که کار نمیکنه مثل به الله ایمان نداره و از قیامت نمیترسه، باور نداره که قیامتی هست. بله سلام علیکم. علیکم السلام. علیکم خان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید فرزند عزیزم.
برنامه رحمت است. برنامه رحمت است، بله بفرمایید. التماس دعا داشتم از شما و خودم قرآن بلد نیستم و میخوایم بلد شم و از کدام طریق نماز خود پابند هستم و میخواهم چیز کنم قرآن میخوایم بلد شم و اینجا مهاجر هستم، نزدیک 2 سال میشه خانواده دور هستم دیگه. التماس دعا دارم از شما و یک طریق که من در قرآن بتونم نزدیک شم برای من. خداوند شما را خیر بده. بسیار تشکر برادر عزیزم. اگر شما در خود همین صفحه که شما داخل میشین بعض صفحات هست که قرآن آموزی هست و اونا داخل شوین بسیار آزاد شما بدون تکلیف انشاءالله قرآن می آموزید. برنامه رحمت. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید خواهر عزیز، بفرمایید. از کجا زنگ زدین؟ ما از قزاقستان. بفرمایید. اصول گرامی دختر ما دکتر است، اونجا که در مریضا مراجعه میکنه چیزای دمی از بایی باید خودش معاینه کنه، خودش ببینه دکتر میده. آیا حلال است کار کردنش به شفاخانه به دکتری؟ شما را خدا خیر بده خواهر عزیزم. دیگه هم چیز گفتنی داشتین؟ من امیدوار هستم که مطالبی که در برنامه گفته شد اگر در رابطه به همی هم شما اظهار نظر کنین یا گفتنی هایی داشته باشین بهتر میشه. بله، ما از آیاتی که یک قسمتش خواندم میبینیم که پروردگار عزیز ما را نصیحت میکنه که شما اگر بر روز قیامت و ما ایمان داشته باشین پس شما کار نکنین که در بینتان کشیدگی ها پیشرفته شود. و در جایی هم که میآید از طلاق، از عدد طلاق پروردگار عزیز اشاره میکنه که الطلاق مرتان، که طلاق 2 بار است، 3 دیگه نشود. اگر 3 شد جدایی هست. در ابتدایی که من اشاره کردم که زن و شوهر گفتن ما 4 بار نکاح کردیم و 4 بار هم طلاق کردیم. این اونمو احساسات هست یا نفهمیدگی است که ما مرتکب میشیم، بعد عواقب خیلی وخیمی را مواجه میشیم. در دوام همین آیت مبارک، در دوام همین جمله که الطلاق مرتان است، فامساکم بمعروف او تسریح باحسان. باز اونمو مطلب را پروردگار عزیز ذکر میکنه که نگهداری زن حالا 2 تا شد. حالا میخواین دوباره این زندگی را دوام بتین یا نمیتین؟ اگر میخواین دوام بتین چیکار کنین؟ فامساکم بمعروف، بسیار پسندیده، شایسته، عادلانه این زندگی را دوام بتین. اگر نیک نشد پس امیر به همه تو شکلش پیش از اینکه ظلم کنین، جور کنین، ستم کنین، اونا را رها کنین. بعد ترتیب ما واقعیتش که اگر به الله ایمان داشته باشیم و از روز آخرت که از درون ما هم الله خبر است، از مغز ما هم خبر است، از نیت ما، از قلب ما هم الله خبر است که ما این کارا رو به خاطر چی کار کردیم. جای میگه که وقتی کار کردین شما اگه مراجعه میکنید مراجعهتون به خاطر اذیت و آزار نباشه. اونو جنایتکاری که خانمش دفعه 2 فریب داد
که من آشتی میکنم، مراجعه کرد، ولی به کشتن از او پلان کرده بوده. قرآن میبینیم چی میگه و ما چی میکنیم. پس همینا میگه، همین قرآن میگه اینا اولا به خود ستم کرده. به خودش چی رقم ستم کرد؟ حالا خب در پنجه عدالت دوچار شده، رفته زندان. این وجدانن که این نارام است، زنه به او رقم کشته، هر لحظه او بالش در پیش چشمش می آید و او پتنک زدن او خانم که در بطنش هم طفل بوده که نمیتونسته از زیر چنگالی انسان وحشی درنده خودش نجات ببخشه. سبحان الله. او یادش میاد، او شب در خوابش میآید، او طفلک را که با مادرش یک جا در گور بردن، او یادش میآید، اون طفل خودش بود. خود او ده تو طفلک دیگه یادش نمیآید، او هم یادش میآید. بنابراین ما وقت ما به پایان رسید، از خدای عزوجل تمنا میکنیم که خدای خانه های ما ویران نشود. یا الله، ما خود ما با دست های ما ویران نکنیم، خانه های ما با زبان های ما ویران نکنیم. خدایا سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرک و اتوب الیک. تا برنامه آینده، یار مددگار شما الله منان. السلام علیکم و رحمت الله. أوحى به الله وحيا ففاض نورا وأحيا به ربيع يهمي على الروح ريا. وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. و از قرآن آنچه را که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم، ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید.